نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و ارجمند، در جلسه قبل درباره نیت خالصانه در عبادات و بالاخص در نیت حج مطالبی رو خدمت شما عزیزان و بزرگواران عرض کردم. برای پذیرش هر عمل به درگاه الله متعال دو شرط اساسی و مهم وجود دارد. یکی همان اخلاص نیت و خالصانه و بی‌شایبه بودن نیت و هدف هست و اگر عبادتی نیت خالصانه ای را نداشته باشد، فقط و فقط برای الله متعال نباشد، قطعا الله چنین عبادتی را نمیپذیرد. اما برای پذیرفته شدن عمل تنها اخلاص نیت و خالصانه بودن عمل برای الله متعال کافی نیست، بلکه اعمال عبادی ما و عبادات ما همراه با اخلاص نیت و خالصانه بودن هدف و انگیزه باید مطابق و موافق سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم و آموزه های ایشان باشد. بدین خاطر است که رسول الله صلی الله علیه و سلم در اعمال حج و در اعمال بقیه عبادات همیشه توصیه می کردند که این اعمال را آنگونه که من انجام می دهم شما هم انجام بدهید. و فراتر از این الله متعال در قرآن کریم رسول الله صلی الله علیه و سلم را به عنوان بهترین الگو و نمونه عملی برای اقتدا و پیروی برای ما رسول الله صلی الله علیه و سلم را معرفی کردند. آنجایی که در سوره احزاب می فرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الآخر و ذکر الله کثیرا. رسول الله صلی الله علیه و سلم بهترین الگو و برترین نمونه عملی هست برای آن کسانی که امید رحمت و رضایت الله متعال را دارند و به روز آخرت و قیامت ایمان دارند و کسانی که میخواهند همیشه در یاد الله متعال باشند. لمن کان یرجو الله والیوم الآخر و ذکر الله کثیرا. رسول الله بهترین الگو هست برای آن کسانی که امید دارند به الله متعال و قیامت و ذاکر الله متعال هستند. رسول الله صلی الله علیه و سلم همان گونه که عرض کردم هم درباره نماز و هم درباره حج همیشه تاکید می کردند که بینید و بنگرید که من چگونه این اعمال رو انجام می دهم، شما همانند من این عبادات رو انجام بدهید. در مورد حج در حجة الوداع که اولین و آخرین حج رسول الله صلی الله علیه و سلم در اسلام بود، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند
لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلی لا القاكم بعد عامی هذا. مناسک خودتان را، اعمال حج را از من فرا بگیرید. مرا نگاه بکنید که من چگونه این مناسک و اعمال را انجام میدهم. از من فرا بگیرید این اعمال و مناسک را. شاید من سال دیگر در میان شما نباشم که این مناسک و این اعمال را به شما آموزش بدهم. پس بنابراین ما باید بنگریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم حجشان را به چه گونه و با چه کیفیتی انجام دادند. ما باید بر نقش قدم رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل بکنیم، زیرا که هر عملی که مخالف با دستور الله متعال و مخالف با سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد قابل پذیرش نیست. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودند: من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد. هر عملی که مخالف با دستور ما باشد، مخالف با آموزه های ما باشد، اون عمل مردود هست، قابل پذیرش نیست. پس بنابراین متابعت از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم یکی از شرایط پذیرفته شدن و صحت عمل هست. یکی دیگر از نکاتی که باید به آن توجه کرد و بسیار مهم هست، خصوصا در باب حج، نفقه پاکیزه و حلال هست. همان گونه که قبلا عرض کردم، حج یک عبادت جانی و مالی هست. یعنی شما باید هم از جانتان و هم از مالتان مایه بگذارید و هزینه بکنید تا اینکه بتوانید حج را انجام بدهید. و هزینه ای را که در حج هست و اموالی را که شما در ذهاب و ایاب و رفتن و برگشتن به حج شما خرج می کنید، قطعاً باید یک هزینه و یک مال حلالی باشد. در روایتی رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید: ان الله طیب لا یقبل الا طیبا. الله متعال پاک و پاکیزه هست و به جز پاکیزگی چیزی را قبول نمی کند. و الله متعال فقط و فقط اعمال پاکیزه و بیشایبه را قبول می کند. و ان الله امر المؤمنین بما امر به المرسلین. الله متعال همان دستوری را که به پیامبران خودش داده در این زمینه، دقیقاً همان دستور را به مؤمنان هم داده. دستور الله متعال به پیامبران الهی این هست که الله متعال می فرماید: یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. ای پیامبران، ای رسولان، ای فرستادگان من، کلوا من الطیبات، پاکیزه بخورید، چیزهایی را که پاکیزه و حلال هستند استفاده بکنید. و عملوا صالحا، و اعمال خیر و نیک انجام بدهید. انی بما تعملون علیم، من به اعمال شما آگاهم. و در خطاب به مؤمنان و مسلمانان الله متعال می فرماید: یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. ای مؤمنان، از پاکیزگی ها و موارد پاکیزه‌ای که ما به شما عنایت کردیم و رزق و روزی شما کردیم بخورید. واشکروا الله ان کنتم ایاه تعبدون. اگر واقعا الله متعال را می پرستید و پیرو الله هستید، پس حتما باید پاکیزه بخورید و الله متعال را شکرگزار باشید. و در ادامه این روایت رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره یک انسانی که به سفر رفته و در سفر دچار مشقت و سختی شده، موهایش پریشان و ژولیده و سر و رویش گرد و غبار گرفته
نهایتا دستها را بلند می کند و می گوید یا رب یا رب، به درگاه الله متعال دعا می کند. اما رسول الله می فرمایند و مطعمه حرام و ملبسه حرام و مشربه حرام و غذی بالحرام. تمام این موارد حرام هست، خوراکش، پوشاکش، نوشیدنیهایش همه حرام و با حرام تغذیه شده. در ادامه فرمودند فانا یستجاب له، چگونه برای چنین انسانی اجابت خواهد شد؟ پس بنابراین اگر ما می‌خواهیم که حج ما حجی باشد که مورد پذیرش الله متعال باشد و دعای ما دعای مقبول و مستجابی باشد به درگاه الله متعال، بنابراین باید نفقه ما و خرج و هزینه ما در سفر حج باید حلال باشد. و نقطه دیگری که بسیار اهمیت دارد و باید به آن توجه بکنیم، فرا گرفتن مسائل و احکام حج هست که این برنامه هم برای این تدوین شده که شما بیننده گرامی با اعمال حج و با احکام و مناسک حج آگاهی پیدا بکنید. این حج را الله متعال شاید برای یک بار برای من و شما مقدر کرده باشد، چه بسا شما سالها در انتظار بودید، در نوبت بودید تا اینکه بتوانید به حج بروید. بعد از سالها انتظار و سالها امید و آرزو، الله متعال شما را موفق کرده که در این سال به حج خانه کعبه بروید. پس بنابراین سعی بکنید که حجی را که بعد از سالها انتظار و سالها آرزو به شما رسیده، سعی بکنید که اعمالش را، مناسکش را، احکامش را دقیقاً فرا بگیرید و همان گونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام میدادند شما هم بر نقش قدم رسول الله صلی الله علیه و سلم گام بردارید که ان شاء الله این حج شما حج مبرور و مقبولی باشد به درگاه الله متعال. پس بنابراین فراموش نکنید، هم باید اخلاص نیت داشته باشید و هم متابعت و پیروی از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و هم مال و نفقه تان در این سفر باید حلال و پاکیزه باشد و هم احکام حج را آنگونه که شاید و باید فرا بگیرید تا این که اعمالی را که در حج انجام می دهید کاملا با درایت کامل و با اطمینان کامل باشد که این امر مستلزم این هست که حج شما یک حج مقبول و صحیحی باشد، که این امور حج شما را و صحت اعمال شما را ان شاء الله ضمانت خواهند کرد و حج شما که با اخلاص نیت باشد و متابعت از رسول الله و با نفقه و خرج حلال و با آگاهی از احکام حج، ان شاء الله چنین حج مبرور و مقبولی ان شاء الله قرار خواهد گرفت. تا برنامه دیگر تمام شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قال:
قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم كان بينهما؟ قال 40 سنة. ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصل فإن الفضل فيه. در صحیح بخاری حدیث شماره 3366 و صحیح مسلم حدیث شماره 520 ابوذر رضی الله تعالی عنه روایت می کند که از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سوال کردم. گفتم ای رسول الله، کدام مسجد اول بار در زمین ساخته شده است؟ فرمودند مسجد الحرام. ابوذر رضی الله تعالی عنه فرمود گفتم پس از کعبه کدام مسجد پیش از سایر مسجدها ساخته شده است؟ فرمودند مسجد الاقصی یا بیت المقدس. گفتم فاصله ساختن آنها از هم چقدر بوده است؟ فرمودند 40 سال. سپس فرمودند هرگاه وقت نماز رسید در هر جا که باشی نماز را بخوان، چون خیر و ثواب در این است. یعنی برای امت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این امتیاز وجود دارد که هرگاه وقت نماز رسید در هر جایی که باشند می توانند نماز را بخوانند، به جز جاهای مشخصی که به دلایلی نهی شده که در آنها نماز خوانده نشود، مانند گورستانها و حمامها و غیره که نماز خواندن در این گونه جاها ممنوع است. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان و خوبان الله رو. شاکریم به خاطر همه نعمتاش، به خاطر همه فرصتهاش، به خاطر نعمت ایمان، به خاطر نعمت اسلام، به خاطر نعمت کعبه مشرفه، مشاعر مقدسه، به خاطر نعمت این فرصتهایی که در اختیار بندگانش قرار میده تا تمرین بندگی و عبودیت داشته باشن در فرصتهای مختلف به مانند رمضان و به مانند حج. در بررسی آیات مرتبط به حج در قرآن کریم، همچنان در ادامه بررسی آیات 124 به بعد از سوره مبارکه بقره در خدمت شما عزیزان هستیم با آیه 127 از سوره مبارکه بقره و آنچه که به تجدید بنای کعبه در این آیه اشاره میشه. الله متعال در آیه 127 از سوره مبارکه بقره اشاره میکنه به تجدید بنای کعبه توسط دو پیامبر بزرگوار، پدر و پسر، ابراهیم علیه السلام و اسماعیل ذبیح الله علیه السلام، دو جد بزرگوار رسول الله صلی الله
علیه و آله و سلم. در سوره مبارکه بقره آیه 127 ما اینگونه میخوانیم که الله متعال میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. و بیاد آور اون لحظه ای که بلند میکرد ابراهیم علیه السلام و اسماعیل و همچنین اسماعیل و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، اون لحظه ای که ابراهیم و اسماعیل بلند میکردن پایه های خانه را. قواعد، قاعده یعنی پایه، ستون، دیوارها. قواعد من البیت، اون لحظه ای که اینها این دو نفر پدر و پسر اومدن و خانه کعبه رو تجدید بنا کردن. از آیات مختلف کلام الله مجید میشه این برداشت رو کرد و به این نتیجه رسید که ابراهیم علیه السلام و اسماعیل کعبه رو نخستین بار نساختن بلکه تجدید بنا کردن. از جمله این آیات که اشاره میکنه به این موضوع، یکی آیه مبارکه سوره آل عمران هست، آیه 96 که میفرماید ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه، اولین خانه ای که برای انسانها، برای عبادت انسانها بنا شد، خانه ای بود که در شهر مکه قرار داده شد. پس اولین خونه ای که برای عبادت انسانها گذاشته شده. انسانها خب میدونیم که از آدم علیه السلام تا به امروز همه انسانیم. حتی بعضی از مفسرین گفتن قبل از آدم علیه السلام این خونه گذاشته شده بود. این بخش آیه اشاره میکنه که قبل از ابراهیم علیه السلام میتونه که بوده باشه کعبه. علاوه بر این ما در سوره مبارکه ابراهیم علیه السلام که به نام خود ابراهیم علیه السلام هم هست، این سوره در آیه 36 این سوره ابراهیم علیه السلام و لحظه ای که هاجر علیه السلام همسر بزرگوارشون و اسماعیلی که در تجدید بنا الان بزرگ شده و رشد کرده و نوجوانی شده، اون موقع طفل خردسالی بود، رو آورد و در منطقه کعبه که موقع کعبه ای نبود، دشت برهوت لم یزرع که چی کش نمیشد، آورد و گذاشت و دستور داده شده بود که اینجا بگذاره. و وقتی که داشت میرفت این دعا رو فرمود در آیه 36 سوره مبارکه ابراهیم. فرمود ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. بار الله، من خانواده خودم رو، خونه خودم رو، زن و بچه خودم رو آوردم گذاشتم در یک سرزمینی که هیچ زراعتی اونجا نیست. وقتی زراعت نیست یعنی آب نیست. در سرزمینی گذاشتم که هیچ آبی نیست اونجا، علفی هم نیست، گیاهی هم نیست، آبادانی نیست. انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، نزد خانه محرم تو، نزد بیت الله الحرام، من زن و بچه خودم رو گذاشتم کنار خانه تو. عند بیتک، تعبیر آیه اینه. ابراهیم علیه السلام موقعی که اسماعیل طفل بود، شیرخوار، به هیچ اثری از کعبه نبود، اومد و گذاشت اینها رو. وقتی داشت میرفت فرمود که خدای من اینها رو در یک سرزمین لم یزرعی نزد خانه تو، عند بیتک، نزد خانه تو اینها رو گذاشتم. خب موقع که خونه ای نبود. چرا ابراهیم علیه السلام فرمود نزد خونه تو؟ چون قبلا خونه اینجا بود، در طول تاریخ خراب شده بود و رفته بود و اثری از اون نمونده بود، اما مکانش بود.
اما این محل خانه بود. به همین خاطر فرمود عند بیتک المحرم. و باز در سوره مبارکه حج الله متعال میفرماید که و اذ بوأنا لابراهیم مکان البیت، و بیاد آورید اون لحظه‌ای که من الله با عظمت به ابراهیم علیه السلام نشون دادم مکان بیت رو، جای خونه رو. از مجموع این آیات میشه این گونه برداشت کرد که ابراهیم علیه السلام و حضرت اسماعیل بنا کننده کعبه نبودن، تجدید بنا کردن کعبه رو. و خانه کعبه تاریخش به قبل از ابراهیم علیه السلام باز میگه. در آیه که مورد بحث ماست در سوره مبارکه بقره آیه 127 الله متعال میفرمایند و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، اون لحظه ای رو بیارید که وقتی ابراهیم علیه السلام و اسماعیل پایه های کعبه رو بالا می آوردن، پایه هایی که خراب شده بود، چی می گفتن؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بار الله از ما قبول کن همانا که تو شنونده آگاهی. خیلی جای تأمل داره این تعبیر، خیلی مهمه. ابراهیم علیه السلام با اون جلالت شأنش، اسماعیل علیه السلام که ذبیح الله است، جد بزرگ رسول صلی الله علیه و سلم، فرزند ابراهیم علیه السلام، یک نازنینه، دو نازنین، دو پیامبر الهی مشغولن برای برپایی و تجدید بنای کعبه. افراد رو نگاه کنید، کار رو نگاه کنید. دو پیامبر کعبه رو تجدید بنا میکنن به امر الله تعالی. کار به این مهمی، افراد به این مهمی، عبادت به این بزرگی، به دستور الله تعالی دارن انجام میدن. بازم میترسن که نکنه این عبادت رو الله متعال قبول نکنه به درگاهش. ربنا تقبل منا، از ما قبول کن اینو. چقدر اخلاص مهمه در عبادت ها. چقدر انسان باید در هر عبادتی مواظب نیتش و اخلاصش باشه که حتی عبادت وقتی انقدر عظیمه که ساخت کعبه است، تجدید بنای کعبه است، دو تا پیامبر دارن انجام میدن به دستور الله تعالی، باز هم نگرانن که نکنه این کارشون قبول نشه. اخلاص در عبادت یکی. دوم، غنیمت شمردن فرصت برای دعا. وقتی یک کار بزرگ آدم انجام میده، یک عبادت انجام میده، فرصت رو غنیمت بشماره دعا کنه. اول دعا بکنه برای قبولیش، اصلا اخلاص که این عبادت اونگونه‌ای که الله تعالی دوست داره قبول بشه. اصلا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تو شنوایی، تو آگاهی، هم دعای ما رو میشنوی، هم از دل ما خبر داری که ما به خاطر چی داریم این کارو میکنیم. ربنا وجعلنا مسلمین لک، ما رو دو تا انسان تابع دستورت قرار بده. لذت عبادت انسان رو وادار میکنه به این که درخواست کنه این عبادت ادامه داشته باشه. این عبادت انقدر شیرینه برای دو پیامبر بزرگوار الهی که هم دوست دارن قبول بشه و اصرار دارن و شوق دارن که الله متعال قبول کنه، هم دوست دارن تکرار بشه این فرصت ها، فرصت عبادت، فرصت طاعت، فرصت چشیدن لذت عبادت. به همین خاطر دوباره امتداد میدن دعاشون، ادامه میدن، میفرمان ربنا وجعلنا مسلمین لک، ما رو همیشه تسلیم شده خودت قرار بده که همیشه تو ما امر کنیم، ما تسلیم باشیم، گوش کنیم، انجام بدیم. و من ذریتنا، نه تنها خودمون، از نسل ما هم یک امتی رو بیار، امتا مسلمتا لک، که همه اونها تسلیم شده تو باشن. و ارنا مناسکنا، به ما یاد بده، نشون بده به ما، راه رو به ما نشون بده.
که ما چطور عبادت تو بکنیم. و تب علینا، و اگه کوتاهی هم انجام گرفت در مسیر عبادت، اون گونه‌ای که حق عبادت بود نتونستیم، و تب علینا، توبه ما رو قبول کن. انک انت التواب الرحیم، همانا تو خیلی بخشنده ای، خیلی توبه پذیری، خیلی مهربانی. باز ادامه میدن دعا. اول مسیر زندگی خودشون اینگونه ادامه پیدا کنه، میرن جلوتر. بعد از ما امتی بیاد که این مسیر ادامه بده، مسلم باشه و به ما هم یاد بده که چطور عبادت کنیم، چون میدونن بعدی هم از اونا یاد میگیرن. باز هم امت آینده نیاز به یک رهبر داره، نیاز به یک راهنما و مقتدا داره. باز فکر اونجاش هم کردن و دعا میکنن. همین لحظه که الان ابراهیم علیه السلام و فرزند نازنینش اسماعیل، تصور کنید صحنه رو که این کار رو داره انجام میده. و اذ یرفع، حتی در ابتدای آیه 127 تعبیری که به کار رفت تعبیر ماضی استفاده نشد، مضارع استفاده شد. وقتی بلند میکند، نفرمود الله تعالی موقعی که بلند کرد، انگار که این کار داره ادامه پیدا میکنه، استمرار داره. انگار که از ما میخواد الله تعالی هر وقت میریم کنار کعبه، هر وقت به کعبه نگاه میکنیم، یاد این صحنه بیفتیم که ابراهیم علیه السلام داره سنگ ها رو به کمک فرزند نازنینش اسماعیل بالا میبره و دعا میکنه و میخواد از الله تعالی که این اتفاقا بیفته. و یقینا این دعاها قبول شده، یقینا این دعاها قبول شده. از این دعاها چی بوده؟ ربنا وابعث فیهم، در این امتی که میاد برانگیز از بین اینها رسولا منهم، یک پیامبری از خودشون. چیکار کنه؟ یتلو علیهم آیاتک، قرآن بخونه براشون، آیات تو رو برای اونها تلاوت کنه. وظیفه رسول صلی الله علیه و سلم را الله متعال از زبان ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام در دعاشون برای ما بیان میکنه که برای اونها قرآن رو تلاوت کنه. و این وظیفه هر دعوتگریه، به هر کسی که در مسیر ابراهیم علیه السلام دعوت میکنه. و این منهج دعوت ابراهیم علیه السلام و منهج دعوت رسول صلی الله علیه و سلم. ابراهیم علیه السلام دوست داره که پیامبری که میاد منهج دعوتش اینطور باشه، از نسل خودش هم باشه، این گونه هم پیش بره. و الله تعالی گویی دوست داره، چرا که انبیای الهی وقتی که دعای میکنن قبول میشه، که این دعا قبول شد و رسول صلی الله علیه و سلم میفرمود من ثمره دعای پدرم ابراهیم بودم که این دعا رو فرمود. این منهجه، این منهج دعویه. هر دعوتگر یک جایی میخواد دعوت رو شروع بکنه، این اولویت‌ها رو باید مد نظر داشته باشه. یتلو علیهم آیاتک، اولین قدم تعلیم قرآنه. تلاوت کنه آیات قرآن رو. آیات قرآن باید تلاوت بشه. همون گونه که ما الان در این برنامه به مناسبت حج آیات حج رو با شما عزیزان بررسی میکنیم. آیات رو تلاوت میکنیم که این آیات چی میگه، چی داره. آیات باید گفته بشه، تلاوت بشه، خونده بشه. اول یک روخانی آیات هست، خواندن قرآن هست، خیلی مهمه. این مهم. اولین کاری که ما باید بکنیم آموزش روخانی قرآنه، تعلیم قرآنه، خواندن قرآنه. و بعد از اون یتلو علیهم آیاتک، تلاوت کنه قرآن براشون. و یعلمهم الکتاب، خیلی ها تلاوت میکنن ولی نمیفهمن چی میخونن. وظیفه دوم اینه اول تلاوت بشه، بعد کتاب به اونها تعلیم داده بشه، شرح داده بشه، توضیح داده بشه، بهشون گفته بشه که یعنی چی، بفهمن کتاب. یتلو علیهم آیاتک، آیات تو رو برای اونا بخونه. و کتاب تو رو ای پروردگارم، ای خدای من، کتاب تو رو به اونها تعلیم بده.
والحکمت، و همچنین حکمت رو هم تعلیم بده به اونها که سنت خود رسول صلی الله علیه و سلم هست. به اونها یاد بده که چطور زندگی بکنن، چطور پیش ببرن حیاتشون. و یزکیهم، با اونها رو تزکیه بکنن، خالص کنه، پاک کنه قلبهاشون رو، وجودشون رو، درونشون رو. تلاوت قرآن، تعلیم سنت و تزکیه نفوس پیروان وظیفه رسول صلی الله علیه و سلم و تمام دعوتگرانیه که تا روز قیامت میان. آیا این دعا قبول شد یا نشد؟ یقینا قبول شد. این دعا قبول شد، هر 4 بخشش قبول شد. وقتی که ابراهیم علیه السلام دعا کرد که امتی بیاد، مسلمان آمد. در همون شهری که داشتن می ساختن کعبه رو، در مکه مکرمه آمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. از بین اونها رسول صلی الله علیه و سلم انتخاب شد از نسل ابراهیم و بلکه حتی اسماعیلی که همراه ابراهیم علیه السلام هست. و این دعایی که فرموده بود قرآن رو تلاوت بکنه، حضرت علیه السلام قرآن رو تلاوت فرمود، تعلیم داد، سنتش رو بیارانش تعلیم داد و فراموش نکنیم که تزکیه کرد یارانش رو. این خیلی مهم. اینطور نبود که رسول صلی الله علیه و سلم فقط یک بخشی از این رسالت رو انجام داده باشه که قرآن رو بر اونها خونده باشه، تعلیم داده باشه، سنت رو اونها گفته باشه، اما به تزکیه اونها هیچ اهمیتی نداده باشه، قلبهای اونها رو پاک نکرده باشه، اونها رو تربیت نکرده باشه که بعدش همه مرتد شده باشه. نه، ابراهیم علیه السلام اون موقعی که کعبه رو میساخت دعا کرد برای یاران رسول صلی الله علیه و سلم، برای رسول صلی الله علیه و سلم، برای شاگردان مکتب اسلام، که این پیامبری که میاد هم قرآن رو بخونه، هم تعلیم بده، هم سنتش رو تعلیم بده و هم چیزی که خیلی مهمه یارانش رو که قرآن خوندن یاد گرفتن، تعلیم یافتن و یک سنت رو یاد گرفتن تزکیه بشن. و این 4 وظیفه رو به بهترین وجه ممکن رسول صلی الله علیه و سلم به برکت دعای ابراهیم علیه السلام انجام داد. چون دعا قبول شد. دعا که قبول شد، پیامبری آمد که همه این کارها رو کرد. معنای قبولیت دعا همینه که این اتفاقات افتاد. پیامبر تلاوت کرد، قرآن رو تعلیم داد، سنت رو تعلیم داد و تزکیه کرد یارانش رو. اونها رو پاک کرد، قلبهاشون رو، وجودشون رو. همین بود که ما می‌بینیم بعد از رسول صلی الله علیه و سلم اسلام رو به اقصی نقاط عالم نشر کردن. ابراهیم علیه السلام این دعا رو کرد و فرمود انک انت العزیز الحکیم، همان بار الله تو بسیار با عزت و با حکمتی. در پایان الله متعال میفرماید و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفیه نفسه. چه کسیه که از این آیین، از این باور، از این راه، از این روش پیروی نکنه، از اون منهجی که ابراهیم داره، از اون دعاهایی که ابراهیم کرده، از اون خواسته هایی که ابراهیم علیه السلام داشت، از اون دستاوردی که دعای ابراهیم علیه السلام داشته که رسول صلی الله علیه و سلم هست و یارانش. کدوم انسانیه که سر باز بزنه از این مسیر یاران رسول صلی الله علیه و سلم و رسول الله صلی الله علیه و سلم که امتداد راه رسول الله صلی الله علیه و سلم ابراهیم خلیل الله است، رسول بزرگ الله تعالی. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفیه نفسه. کیه که سر باز بزنه از پیروی از ابراهیم مگر اون کسی که خیلی سبک کرده نفس خودش رو. ولقد اصطفیناه فی الدنیا و انه فی الاخره لمن الصالحین. الله تعالی میفرماید من اون رو در دنیا برگزیدم و در آخرت از جمله صالحین است. چرا که بهش گفتم اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. وقتی که بو گفته شد که تسلیم شو برای الله تعالی، فرمود همه تن تسلیم شدم
برای الله متعال و بنده واقعی الله متعال باید این گونه باشه. تشکر میکنم از اینکه تا این لحظه برنامه خودتون یاری کردید. در برنامه‌های بعد انشاءالله آیات دیگری که مرتبط هست به حج در کلام الله مجید انشاءالله اشاره خواهیم نمود. الله یار و نگهدارش. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. اثبات شفاعت و بیرون آمدن یکتاپرستان از دوزخ. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة. شك من أحد رجال السند، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل. ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية؟ در صحیح بخاری حدیث شماره 20 و صحیح مسلم حدیث شماره 304 از ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: آنهایی که اهل بهشت هستند وارد بهشت می شوند و آنهایی که اهل دوزخ می باشند به دوزخ می روند. سپس الله عزوجل می فرماید: کسانی را که به اندازه دانه خردلی ایمان در قلب دارند از دوزخ بیرون آورید. آنها را بیرون می آورند در حالی که در آتش و دود سیاه گشته‌اند. آنان را در رودی که حیا یا حیات نام دارد شستشو می دهند و زنده و شاداب می گردند، همان گونه که دانه گیاه در کنار بستر آب به سرعت می روید. مگر نمی بینید گیاهی که در چنین جایی سبز می شود چقدر زیبا است و هر بیننده ای را شاد می نماید و از شدت تراوت و شادابی خمیده می شود. آخرین نفری که از دوزخ بیرون می آید. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا رجل يخرج من النار كبوا فيقول الله: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأى، فيقول: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأى، فيقول: اذهب فادخل الجنة،
فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو إن لك مثل 10 أمثال الدنيا. فيقول تسخر مني أو تضحك مني وأنت الملك؟ فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، وكان يقال ذلك أدنى أهل الجنة منزلة. در صحیح بخاری حدیث شماره 6571 و صحیح مسلم حدیث شماره 308 از عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: من میدانم آخرین نفری که از دوزخ بیرون می آید و آخرین کسی که وارد بهشت می شود چه کسی است. او مردی است در حالی که با سینه خیز از دوزخ بیرون می آید. الله عزوجل به او می فرماید برو داخل بهشت شو. آن مرد به سوی بهشت می آید. فکر می کند که بهشت پر شده و جای خالی ندارد. بر می گردد و می گوید پروردگارا، بهشت را دیدم که پر است و جای خالی ندارد. الله عزوجل می فرماید برگرد و داخل بهشت شو. باز به سوی بهشت می آید و آن را پر می بیند. آن مرد بر می گردد و می گوید پروردگارا، بهشت را دیدم که پر شده است. مجدداً الله عزوجل به او می فرماید برگرد و داخل بهشت شو و به اندازه دنیا و 10 برابر آن در بهشت مال تو باشد. آن مرد می گوید پروردگارا، مرا مورد تمسخر قرار می دهی؟ تو پادشاه و قدرتمند هستی. ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمود دیدم که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در این هنگام خنده‌اش گرفت و دندانهای آخرشان نمایان شد. گفته می شود این آخرین نفر و فقیرترین اهل بهشت می باشد که به او به اندازه دنیا و 10 برابر آن داده می شود. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. صدق الله العظيم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. باز هم شما را به برنامه از برنامه‌های دروس حج خوش آمدید میگویم. در برنامه گذشته درس هایی که از احرام و از لباس احرام و همچنین مقدمه پیرامون تلبیه اشاره شد. حالا وقتی که حاجی محترم به احرام داخل میشه، از هر میقاتی که احرام میبنده تا لحظه‌ای که وارد مسجد الحرام میشه شعارش چیه؟ همینه که میگوید لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک. حالا در این شعار حاجی میگه یا الله من به خدمت استاده هستم و
اعلان میکنه، بیزاری میجویه از شرک و از اعمال مشرکانه و از اینها. حالا وقتی حاجی میگه لبیک لا شریک لک لبیک، به خدمت استاده هم، به خدمت او ذاتی که میگه شریکی نیست برای تو، من به خدمت استاده هستم، تو ذاتی که واحد هستی، تو ذاتی که احد هستی، تو ذاتی که شریک نداری و شریکی برای تو نیست. یعنی حاجی میخواد چی بگه؟ که ای الله، من وقتی در خدمت تو هستم من موحدم، مشرک نیستم، از اعمال مشرکانه بیزار هستم. من آمدم که قدم خود را بر جای ابراهیم علیه السلام، قدم خود را بر جای بندگان صالح تو بگذارم. آمدم تا مخلص بشم، موحد بشم. آنها برای حاجی لازم و ضروری است که شرک را بفهمه. شرک چیست؟ مشرک کیست؟ و اعمال شرکانه چگونه اعمال است؟ شرک از مشارکت و شریک داشتن و شریک قرار دادن و این هاست. شخص یا پیامبری رو بیاره در خدایی خدا شریک بسازه، یا ولی از اولیاء الله رو بیاره، و بالآخره یا اینکه الله سبحانه و تعالی اسما و صفات پروردگار عالم بیایه به غیر خدا بده. این هست شرک. یهود عزیر ابن الله میگفتن، مسیح، نصارا مسیح ابن الله میگفتن. یهود میگفتن عزیر بچه خدای، الان هم میگوین. الله سبحانه و تعالی اینها را زد کنار. نصارا آمدن گفتن مسیح پسر خداست، اینها هم مشرک شدن. مشرکین قبل از اسلام فرشتگان را آمدن گفتن بنات الله. و خیلی از مشرکین امروزی هم در گوشه و کنار دنیا میبینیم که صفات پروردگار عالم غیب خاصه خداست، میگن فلان امام هم غیب میفهمه، فلان امامزاده هم غیب میدانه. پس کسی که به الله سبحانه و تعالی شریک بورزه، چی به اسماعش چی به صفاتش، این انسان میشه انسان مشرک. نظر به غیر الله داشته باشه، ذبح به غیر الله باشه، قسم خوردن به غیر خدا باشه، به غیر الله سبحانه و تعالی باشه، این اعمال شرکانه است. استعانت و کمک، آن چیزی که ما فوق اسباب هست، از غیر خدا طلب کردن، اینها همه شرکه. شفا خواستن از غیر الله سبحانه و تعالی، فلانی شفا میده، اگر کسی به این عقیده باشه مشرک هست. فلانی روزی میده، روزی دهنده حقیقی الله هست، شفا دهنده الله هست، زنده کننده الله هست. پس همه اینها. پس وقتی که حاجی حرکت میکنه، این تلبیه این در سر میده که وقتی حرکت کردی با این شعار لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک، وقتی میگی شریکی برای تو نیست ای الله، باید خودتو ای حاجی محترم فکر کنید که وقتی من میگم لا شریک لک، شریک برای تو نیست، نکنه که من روزی با شرک دوچار شده باشم. حالا وقتی میگیم شرک، یک شرک جلی هست، یک شرک خفی هست. یک مشرکی که مستقیم میگه نعوذ بالله عزیر ابن الله، مسیح ابن الله، یا ملائکه میگه بنات الله، یا اینکه یک مشرکی که جلی واضحه میبینیم که گو پرستش میکنه، چیز دیگری را پرستش میکنه، سنگ پرستش میکنه. یک شرک خفی هست، خیلی خطرناک. ریا شرک هست، ریا شرک. پس حاجی وقتی که
احرام میبنده و این تلبیه را سر میده، وقتی میرسه با این جمله که لا شریک لک، لا شریک لک لبیک، برای تو شریکی نیست، من به خدمت استاده هستم. الله سبحانه و تعالی وقتی بیان میکنه شرک، خطرهای شرک، عواقب شرک، عواقب و یا بالاخره سرانجام مشرک، قرآن میفرمایه ان الشرک لظلم عظیم، ان الشرک لظلم عظیم، بزرگترین گناه، بزرگترین معصیت از خلقت آدم علیه السلام تا قیام قیامت، بزرگترین گناه شرک است. حاجی وقتی حرکت میکنه میخواد که قلباً روحاً شعار بده که تمام دنیا بفهمه و بدانه که این از شرک بیزار هست. با فریاد بلند سر میده که لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، با آواز بلند ای الله من به خدمت استاده هستم. تا چه کار کنید؟ ای الله میگه من به خدمت استاده هستم که اعمال مشرکانه از زندگی خود دور بسازم، او صفتهایی که مشرکین دارن من از اونها بیزاری بجویم، دیگران را متوجه بسازم. پس اینه که این درس حاجی محترم میگیره که در این سفر شرک میشناسه با این شعاری که سر میده، چون خودش فکر میکنه به خدمت استاده هستم، شریکی برای تو نیست، به خدمت استاده هستم، گوش به فرمان تو هستم. به اینه که الله سبحانه و تعالی در آیات زیادی شرک را به ما معرفی میکنه، در آیات زیاد مشرک را معرفی میکنه، در آیات زیاد سرنوشت مشرکین را به ما بیان میکنه. الله سبحانه و تعالی با مشرکین چگونه برخورد میکنه؟ الله سبحانه و تعالی با اهل شرک چگونه برخورد میکنه؟ و این حاجی میخواد که خود را از این صفت خبیثه و رذیله، صفتی که نجس و نجس گفته شده، میخواد خود را پاک کنه، شعار بده، فریاد بزنه که من مشرک نیستم، من موحد هستم. آیاتی که پیرامون شرک و پیرامون مشرکین و پیرامون جایگاه مشرکین، که مشرکین چگونه عواقب دارن، چگونه سرنوشت دارن، الله سبحانه و تعالی همه ما را حفظ کنه و ما را از زمره موحدین داشته باشه. این آیات بعد از میان برنامه انشاءالله بیان میشه که پیرامون شرک و مشرکین با ما باشید. ندای حق، ندای توحید و حقیقت. مجددا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. دروسی که در این شعار حاجی نهفته است. حاجی محترم میگه این بنده مخلص الله سبحانه و تعالی علنا شعار میده که یا الله به خدمت استاده هستم و برای تو شریکی نیست. پس بیزاری جستن از شرک و از مشرکین. گفتیم که شرک خیلی پدیده خطرناک هست. الله سبحانه و تعالی می فرماید ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء.
همانا خداوند نمی بخشد مشرک را و غیر از شرک هر گناه دیگری را که بخواهد می بخشد. الله سبحانه و تعالی با صراحت کامل میگه من مشرک را نمی بخشم. این کسی که سالها میگفت من ملت از ابراهیم خلیل الله دارم، امروز به میدان عمل آمده شعار میده لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. از شرک بیزاری میجویه و به شعار و به صراحت کامل میگه شریکی برای تو نیست ای الله. میخواه خود را پاک بسازه که نشان بده از کنار هر درختی، هر سنگی، هر گیاهی تیر میشه، این شعار سر میده تا در حشر اینها همه شهادت بدن که این موحد بود، مشرک نبود. عواقب و یا پیامدهای شرک و اینها چیست؟ الله سبحانه و تعالی در آیه دیگر میفرماید کسی که با خداوند شریک بورزه، نعوذ بالله، با خدا، با صفات خدا، با الله سبحانه و تعالی، با صفات الله سبحانه و تعالی، با ملک الله سبحانه و تعالی، با اسماء الله سبحانه و تعالی کسی دیگر را بیاره شریک بسازه که اینها هم با ملک خدا اختیار دارن، اینها هم با صفات خدا سهمیه دارن، نعوذ بالله، اینها هم در این راستا در کنار خدا نعوذ بالله ثم نعوذ بالله همکار هستن. الله سبحانه و تعالی میگه کسی که شریک بورزه به الله فقد حرم الله علیه الجنه، جنت برای حرام هست، جنت برای مشرکین حرام هست. مشرک جنت را نمیبینه، بهشت را نمیبینه، راحتی که در جنت گفته شده. آیه دیگر الله سبحانه و تعالی میفرماید فمن کان یرجو لقاء ربه، کسی که امیدوار به لقای پروردگار، کسی که امیدوار به لقای پروردگار چه کار کنه؟ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا، عمل صالح انجام بده، عبادت خالصانه و مخلصانه داشته باشه و برای خدا در عبادت خود شریک قائل نشه. اینجا لقای پروردگار از آن او میشه. آیه دیگر الله سبحانه و تعالی عواقب انسانی که عمل مشرکانه انجام بده بیان میکنه ولو اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا یعملون. اگر کسی اعمال شرکانه را، مشرکانه را انجام داد، اعمالش همه حبط میشه، همه باطل میشه، همه از بین میره. الله همه ما را نجات بده، الله سبحانه و تعالی همه ما را حفظ کنه که متوجه باشیم که در عبادات ما شرک نیاید. تنها احساس نکنیم که گوپرست و بت پرست و مشرکین قبل از اسلام و یا امروزه مثلا یهود و نصارا و اینها مشرک هستن. اینا که مشرکینه که در شرک جلی دارن. از شرک خفی متوجه باشید. اگر حج ما خالصانه و مخلصانه نباشه، ریاه باشه، شرک دخیل میشه. اگر در نماز، در روزه، در زکات، در اعمال ما اگر خالصانه و مخلصانه نبود، ریا بود، اینجا شرک وقتی ریا داخل شد، شرک هست. ولو اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا یعملون. پس این درس ما از این شعار خود، از این شعاری که فریاد میزنه حاجی و میگه لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اینه که حاجی باید شرک رو بفهمه، حاجی باید مشرک رو بدانه، حاجی باید مشرک رو بفهمه. مشرکینی که امروز در روی زمین زندگی میکنن، در عالم ظاهر شاید که اونها را ببینید خوب عطر زده و خوب خوشگل و خوب زیبا و خوب
معطر و منظم و اینها، الله سبحانه و تعالی اونها را چی میگه؟ انما المشرکون نجسون. مشرکین نجس هستن. فلا یقرب المسجد الحرام. مشرک نباید به مسجد الحرام نزدیک بشه. حالا حاجی وقتی که حرکت میکنه تو خواهر و برادر، چون الله سبحانه و تعالی قیدی گذاشته که مشرک به این سرزمین داخل نشه، مشرک به این مسجد داخل نشه، این نجس هست، پلیت هست. در قلبی که شرک باشه، بت پرستی باشه، عبادت غیر الله باشه، در فکری که او فکر خدا را فراموش کرده، صاحب نعمت را فراموش کرده، رفته دنبال این و اون، این نجس شده، فکرش نجسه، قلبش نجسه. انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام. این جای حاجی این شعار سر میده که یا الله، یا الله، من مشرک نیستم، من بیزارم، من ملت از ابراهیم خلیل الله دارم، من موحدم، یکتا پرستم و این شعار من هست. لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. پس دروسی که از این میگیریم، کسی که عزم و اراده خانه کعبه معظمه و مشرفه را میکنه، قبل از حرکت وقتی این شعار را حالا از بر کرده لفظش را، حجاج قبل از اینکه عازم سرزمین مکه مکرمه بشن اعمال حج را یاد میگیرن. خوب لفظ این را یاد گرفته، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. موجز و خلاصه معنای تحت اللفظی هم شاید یاد گرفته باشه. مهم اینه که این حج و این سفر دروسی داره. یکی از مهمترین درس های این سفر اینه که باید هر مسلمان، خصوصا حاجی، خصوصا کسی که اراده این سرزمین رو میکنه، که این سرزمین توحید، سرزمین امام الموحدین، سرزمین ابراهیم بتشکن، سرزمین انبیا و اولیا و صالحین، اینجا ای باید شرک بشناسد. حاجی محترم باید اعمال مشرکانه رو باید بفهمه. حاجی محترم باید مشرکین و سرنوشت مشرکین، چون گفته شده تعرف الشیء باضدادها، تا زمانی که شخص شرک و مشرک و اعمال مشرکانه و اینها رو نفهمه، توحید رو نمیفهمه. تا زمانی که توحید رو نفهمید شرک رو نمیفهمه، تا زمانی که شرک رو نفهمید توحید رو نمیفهمه. امیدواریم که انشاءالله به برنامه بعد بتوانیم خواسته دیگر حاجی محترم یا درس دیگری که میگیره عبارت از معرفت و شناخت توحید هست که موحدین چی جایگاهی دارن. حالا از مشرکین که فهمیدیم جهنم برای همیش الله نمیبخشه، الله سبحانه و تعالی هیچ وقت مشرکر نمیبخشه. انشاءالله به برنامه بعد پیرامون توحید و جایگاه توحید و جایگاه موحدین اگر عمر باقی بود بیان خواهیم نمود. موفق و سرفراز و سربلند دنیا و آخرت باشید. والسلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.
الحق صوت قد شجاني وبلغ. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. سلام و صد سلام به شما عزیزان حاجیانی که باروبنتون رو بستید و میخواهید که دیگه فرصت پیدا بشه و شروع کنید. لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لک والملک لا شریک لک. و سلام و صد سلام و درود هم به شما عزیزانی که قلبتان شیفته حج هست و چشمانتان هم به حسرت رفتن به حج و به شوق حج اشک در اونا جمع شده. خوش به حال همه ما و شمایی که خداوند متعال این فرصت رو داد تا باز بتونیم همین معانی حج رو با هم احساس کنیم و یک ترنگری بزنیم به این عقلمون رو عقل سالم و عقلی کنیم که با فطرت توحیدی با فطرت الهی انس گرفته باشه، عقلی که هدفش خدا باشه، عقلی که بخواد که اون معانی و مفاهیمی که خداوند متعال برای ما میخواد اونها رو بیاره در زندگیش عملی کنه. ما از حکمت‌ها و درس‌های حج سخن میگیم، اما اینو یادمون باشه که مهمتر از همه اینها شستشو دادن عقله. چون که عقل انسان اگر بیمار بود، قلبش مریض بود، واقعا مشکله. با فطرت سالم به جنگ میفته. حضرت نوح علیه السلام یه اشاره میکنن همه حیوونا چون فطرتشون فطرت سالم هست میدوند سوار کشتی میشن. همین حضرت نوح علیه السلام 950 سال دعوت میده کی رو؟ انسانها رو. بعد از 950 سال دعوت قلب مریض این انسانها اونا رو میکشه میبره جایی که غرق میشن. هدهد سلیمان میره یمن، اونجا میبینه ای چه خبره؟ اینی وجدت امرأة تملکهم، یه زنی اونا رو رهبری میکرد، داشتن چیکار میکردن؟ خاک به سرشون بشه، خورشید رو عبادت میکردن. چرا؟ چون عقل سلیم رو گذاشتن بودن زیر پا. در تعالیم الهی وقتی ما ببینیم همه تعالیم الهی با عقل سلیم هیچ تعارضی نداره، اما یه وقتیه که عقل توانایی و درک و شعوری این رو نداره که بتونه اون تعالیم رو هضم کنه. بعضیا میتونن، بعضیا نمیتونن، بعضیا بعد از سالها میتونن. مسائلی بود از دین که الان علم جدید میاد اونها رو ثابت میکنه، علما و اندیشمندان و متخصصان و مخترعین دهنشون وا میمینه، بعدش میگن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله، که این خبری که ما الان در قرن 21 بهش رسیدیم، محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بیش از 1400 اندی سال پیش از این خبر داشته. پس این امکان نداره مگر اینی که این وحی الهی باشه. در قوانین که در جوامع ما هست، خب قوانین احوال شخصی، قوانین نمیدونم اقتصادی، مدیریت خانواده، مدیریت کشورداری، قوانین آموزشی، قوانین علم نفس، علم جامعه شناسی، اینها رو وقتی ما میبینیم در کشورهای غربی چون روش کار میشه رشد میکنن، قوانین گذشته رو اصلاح میکنن، روز به روز به چی نزدیک میشن؟ به قوانین و دستورات الهی. انسان رشد میکنه، بعد از سالها و قرنها میاد نزدیک میشه به چی؟ به احکام الهی. همین انسانی که تو دیروز این احکام الهی رو مسخره میکرد، از یکی از اساتید بزرگ نامدار قرن گذشته، استاد سعید نورسی، بدیع‌الزمان نورسی، پرسیدند در وصف شرق و غرب، فرمودند که غرب، اروپا به اسلام حامل است، شکم اروپا توش اسلامه و سرعان ما تلدو، و به زودی میبینیم که اسلام از اروپا سر میکشه، در اروپا متولد میشه، و شرق
حامل چی هست؟ جنینش چیه؟ اروپا. و سرعان ما تلد و به زودی میبینیم که شرق شکل و قیافش اروپایی میشه. یعنی چی؟ یعنی اروپا رشد میکنه، از نظر علمی رشد میکنه، از نظر عقلی و آگاهی رشد میکنه، در نتیجه تعالیم دینی در اونجا، تعالیم بشری، شیوه زندگی نزدیک میشه به اسلام و اسلام تا اسلام میشه. در غرب چون تقلید توتیوار هست، هرچه از غرب بیاد اون رو میگیریم نشخارش میکنیم بدون اینکه عقلمون رو به کار بندازیم، روز به روز چیکار میشیم؟ خانوادهمون داغونتر میشه، نظام زندگیمون داغونتر میشه، غربی شکل میشیم در رفتارمون، در اخلاقمون، در پوشاکمون، در خورد و نوشمون. هرچی از زباله اروپا از اینجا میندازن ما میشیم همون زباله خورا و نشخار خورا. میاییم اینجا میبینیم که بله حج به ما در این میان چه دستوری میده. حج یک مدرسه ای هست که ما رو به ما گوشزد میکنه که آقا نه اون چیزی که تو میخوای، اون چیزی که خدا میخواد. حضرت ابراهیم و اسماعیل میان خانه خدا رو برپا میکنن، دعا میکنن ربنا واجعلنا مسلمین لک، خدایا بار اله ما رو دو مسلمون واسه خودت قرار بده. کی داره میگه؟ پیامبر. مگه پیامبر مسلمون نیست؟ پیامبر مسلمونه، بعد میگه که ما رو مسلمون برای خودت قرار بده. یعنی چی؟ یعنی ما رو اسلام یعنی چی؟ یعنی به ما این شعور و این قدرت رو بده که همه مهارمون رو بذاریم برای تو یا الله، بر وفق مراد تو ای خدا حرکت کنیم، آنطوری باشیم که توی خدا از ما میخوایی. ما در این زندگی چیکار میکنیم؟ همه سعی و تلاشمون که آقا چی؟ من میخوام بچه‌م دکتر بشه، من میخوام بچه‌م مهندس بشه، وزیر بشه، قاضی بشه، وکیل بشه. وقتی هم صداش میزنیم آقای وکیل، آقای نخست وزیر، آقای وزیر، همچین باد میکنه، گردنشو بالا میگیره. این چیزی هست که همین که چششو بست، همین که روح از جسمش رفت، نه اینکه این منصب، نه حتی اسمش ازش گرفته میشه، بهش نخواهند گفت که آقا بیایید حضرت جناب دکتر آیت الله نمیدونم حجت الاسلام 100 تا لقبی که جلوش هست فلانی رو از اینجا ببرید به قبرستون. میگن آقا بیایید این جسد رو جمعش کنید، آقا بیا این مرده رو از اینجا وردارید. حتی نامش ازش گرفته میشه. الان ما به خاطر این لقبا چقدر زحمت میکشیم، چقدر زجر میکشیم، چقدر خودمون رو به زحمت میندازیم. آیا شده که برای خودمون لقبی در آخرت انتخاب کنیم، براش همین جون بکنیم که در روز قیامت صدا بزنن که آهای این المتصدقون، کجان صدقه اونایی که صدقه میدادن لقبت بشه متصدق، کسی که در راه خدا صدقه میداد، اونجا گردن تا بالا بگیری منم. لقبت بشه روزدار. این الصائمون، در بهشت جای دری هست به نام باب ریان که اونجا صدا میزنن این الصائمون، کجان صائمون که بیان، این دروازه خاص اونا تشکیل داده شده، برای اونا مهیا شده، این راه اوناست برای رفتن به بهشت. در بهشت صدا میزنم این المصلون، کجان اونایی که نماز خوندن، کجان اونایی که در فکر جامعه بودن، کجان اونایی در فکر اصلاح بودن، این الامرون بالمعروف و الناهون عن المنکر. این صفتت باشه. اینی که ما بیاییم بگیم آقا رفتم حج، که چی؟ به من بگن حاجی. عجب. نماز ستون اول دین شهادت الله اله الا الله، بعدشون مستقیم نماز. کسی که نماز نکرد نخوند کافر.
رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمودن فرق بین ما و مشرکان و کافران چیه؟ نمازه. اونی که نماز میخونه از ماست، اونی که نماز نمیخونه اون از گروه ما نیست، اون تو تیم بعدی است، جز کافرها و مشرکاست، از ما مسلمونا نیست. اما ما نمیگیم آقای نمازگزار فلانی، روزه بعد از نماز نمیگیم آقای روزه‌دار فلانی، اما وقتی رفت حج حاج آقا فلانی. اینو از کجا آوردیم؟ اینا چیزایی که ما درست میکنیم، نامایی که ما درست میکنیم، نه پیش خدا ارزش داره نه پیش خلق خدا باید ارزش داشته باشه. طرف رو اگه نگفتی حاجی بهش بر میخوره. مگه من مال بابا تو دزدیدم برم حج به من نمیگی حاجی؟ صداش میزنی آقای فلانی، جوابت نمیده تا بگی حاج آقا فلانی. پس این برای خدا نرفت حج، این برای چی رفت؟ برای نام رفت. خب نامشو هم گرفت، نامشو گرفت. این چیزی بود که از خدا میخواست. نیاد روز قیامت بگه که من رفتم حج، اجرم کجاست؟ نه خیر، تو رفتی تا بهت بگن حاجی، بهت گفتن این اجرت بود، اینو میخواستی، همین بود چیزی که دنبالش بودی. اینه که وقتی ما میگیم دستورالعمل حج رو باید توش کنکاشی داشته باشیم تا بفهمیم که لذتش چجوری بشه، این فقط به خاطر اینه که ما راههایی پیدا کنیم تا در اعمالمون این وظایف عبادیمون رو به شیوهی انجام بدیم که خودمون هم لذت ببریم، به خدامون هم نزدیکتر بشیم. وقتی که من میرم به حج، وقتی که اون مفاهیم حج رو احساس میکنم، وقتی میدونم که وقتی در میقات حرکت کردم چی معنا داره، وقتی احرام پوشیدم چه معانی فرعی داره، وقتی رفتم عرفات چه معانی طواف چه درسایی میتونم ازش کسب کنم، در مسعی چه مواردی رو میتونم یادآوری کنم به خودم، این به این معنی نیست که اگر من اینا رو ندونستم پس نباید بکنم. در احکام الهی استسلام هست. من اون کاری رو میکنم که مراد الهی است، اون کاری رو میکنم که خواست خداوند هست. مبنای خواست، حالا فهمیدم چرا یا نفهمیدم، در شؤون عبادی من عبادت رو انجام میدم. چرا؟ چون خداوند امر کرده. این کارو چرا انجام میدی؟ چون خداوند امر کرده. چرا 7 تا طواف میکنی، 7 تا مسعی میدی، 7 تا رجم میکنی؟ چون رم میکنی چون خداوند امر کرده، نه اینی که چون این فایدهش فلان چیز هست. اگر من به خاطر فایده این کارو کردم، به خاطر اون نتیجهش این کارو کردم، پس من این کارو به خاطر نتیجه کردم، به خاطر رسیدن به این فایده انجام دادم، نه به خاطر خدا. وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعاني ونور الهدى والبيان. نداوی حق، نداوی توحید و حقیقت. وقتی نماز میخونم به خاطر چی نماز میخونم؟ به خاطر اینی که خدا امر کرده. چطور نماز میخونم؟ اون طوری که خدا امر کرده. وضو میگیرم. چرا وضو میگیرم؟ چون خدا امر کرده، دستور خداست. من خدا رو وقتی قبول کردم دستوراتش همه چی میکنم؟ قبول میکنم. من بنده آمر هستم. من بنده کی هستم؟ اون کسی که امر کرده، نه بنده حکمت امر. حکمت و درایت اون امر رو درک کردم، خوشا به حالم، لذت بیشتر میبرم از اون عبادت. اما این رو درک نکردم دیگه، از در مسائل عبادی از حکمت نمیپرسم. تلاش میکنم به حکمت برسم، دریافتم خوشا به حالم، بیشتر لذت میبرم. در نیافتم استسلام کامل دارم بر امر الهی. وقتی من به شما میگم این کارو بکن، شما انتظار دارید که من بگم چرا. آقا این کارو بکن، این فوایدش هست،
این کارو بکن که این صورت بگیره، این مسئله پیش بیاد، این حق شماست. اگه من یا کاری گفتم انجام بدید، میتونید بپرسید چرا، حکمت از این کار چیه، چرا این کارو بکنم، نتیجهش چیه، فایدهش چیه. این در بین من و شماست، چون من انسان هستم، شما انسان هستید، این حق هم دیگه هست، در یک رتبه هستیم. اما وقتی امر از جانب خداوند اومد، من انجامش میدم. چرا انجامش میدم؟ چون خداوند امر کرده. حالا چه حکمتی در این هست؟ حالا اگر این حکمت رو دریافتم خوبه، در نیافتم باید این کار رو انجام بدم. آقا من وضو میگیرم برای هر نماز، خب چه حکمتی توش هست؟ فکر کردم الان من وضو میگیرم نه به خاطر اینی که نظافته، وضو میگیرم چون که خداوند امر کرده. خب اومدم دیدم که بله وضو گرفتن نظافته، بعد انسان رو شاداب میکنه. پزشکا اومدن یک پژوهش‌هایی کردن، دیدن که آقا وضو گرفتن و بی این شیوه این فواید صحت رو داره. نماز خوندن بی این شیوه این فواید رو برای جسم انجام داره. هم ورزشی هست، هم انسانی که نماز میخونه تخلیه بار منفی میشه در سجده. این انسان امکان نداره سرطان مخ بگیره، این انسانی که نماز میخونه امکان نداره سرطان نمیدونم کمر بگیره. خب یه چیزایی هست که علم پزشکی به اون رسید. حالا اگر من اینها رو دونستم به خاطر اینها انجام نمیدم، من به خاطر امر الهی انجام میدم. حج میاد این درس رو بعد در من ترسیخ میکنه، بر این مبنا من رو تربیت میکنه آن کاری رو انجام بده که خدا خواسته. چرا انجام میدم؟ چون خدا خواسته. حضرت عمر این مفهوم رو خیلی زیبا برای ما در حج بیان کرد. اومدن پیش حجرالاسود گفتن به خدا سوگند من میدونم توی سنگی بیشتر نیستی، هیچ نفع و فایده هم در تو نیست. داره به چی میگه؟ به سنگ حجرالاسود، سنگ سیاهی که از بهشت خداوند انداخت برای بنی آدم. سفید بود، گناهان بنی آدم رو سیاه کردن. چه حکمتی بود درش؟ دریافتم خوشا به حالم، در نیافتم این کار رو انجام میدم. چرا این سنگ رو میبوسم؟ حضرت عمر فرمودند که والله اگر من نمیدیدم که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم تو رو میبوسید، به خدا قسم اگر تو رو میبوسیدم. چون پیامبر این کار رو کرد من میکنم. حکمتش چیه؟ دریافتم خوشا به حالم، در نیافتم این کار رو میکنم چون خداوند از من خواسته. واسه همینه که حج در واقع یک آزمایش هست برای بنده، یک ابتلاء الهی است. همین خدا بود که به ما گفت آقا برید ابراهیم باشید بتا رو بشکنید. بتایی که با سنگ ساخته بودیم در این کعبه بود، پیامبر اومد همه اینها رو شکست. چرا؟ چون که این سنگ هیچ قدرتی نداره. حالا خداوندی که به ما امر کرد بتای سنگی رو بشکنیم، همین خداست که داره به ما امر میکنه که دور یک سنگ خانه خدا طواف کنیم. همین خداست که امرش هست که ما بریم حجرالاسود رو ببوسیم. همین خداست که امرش هست که ما سنگ بگیریم بزنیم رو سنگ. پس حکایت سنگ نیست. حکایت اینه که آقا من وفق مراد خدا میرم. رفتن بر وفق مراد خدا کمال طاعت و عبادت هست. رفتن بر وفق مراد خدا کمال طاعت و عبادت هست. رفتن بر غیر وفق مراد خدا، بر غیر اون چیزی که خدا رو میخواد، اون سنگ رو میکنه شرک. در همین عبادت سنگی دیروز طرف میومد سنگ رو میبوسید میشد مشرک. چرا؟ چون سنگی رو میبوسه که در اون طاعت خداوند نیست، بتی است که خودش درآشیده. اما وقتی خداوند متعال از ما میخواد که ما بیایم طواف کنیم، وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم میاد حجرالاسود رو میبوسه، من میبوسم، اینجا طاعت و عبادت هست. پس چی؟ عبادت بر وفق مراد خدا رفتن هست. همین نماز
نماز سجود هست، عبادت هست، خضوع هست، بندگی هست در مقابل خداوند منان. این کار رو من بر وفق مراد خدا کردم، به خدا میرسم. اقرب ما یکون العبد لله و هو ساجد. بهترین و نزدیکترین جایی که بنده به خداش نزدیک میشه در سجده است. همین نماز رو اگه اومدم برای خودنمایی کردم که مردم ببینم، سجدم و طولانی کردم که مردم بگن که چه انسان مؤمن و متقی هست، همین سجده شد دورترین حدی که منو از خدا میندازه دور، منو از خدا دور میکنه. میشه شرک، میشه ریا، میشه خودپرستی. پس حج میاد به ما رو تربیت کنه که آقا میری بر وفق مراد خدا. در این مسیر ما تربیت میشیم، کمک میشیم از جانب خدا. دست الهی دست ما رو میگیره که ای بنده من تو رو کمکت میکنم. چطور کمکت میکنم؟ آقا لباس تو بردار تا بشی مثل سایر بنی آدمان که دیگه اونجا غرورت نباشه. اینجا که وقتی که لباسم رو کشیدم، احرام پوشیدم، همه مناسب و همه نام و نشانی که واسه خودم دادم همه رو از دست دادم، شدم انسان، فقط با تمام خلایق برابر شدم. اینجا عقل سلیمم بیشتر کار میفته که من بردم، من بندم، هر چه تو گفتی ای خدا من تابع فرمانم. خدایا من وفق مراد تو حرکت میکنم. عزیز من، مدرسه حج این رو به ما نشون میده که ما مهارمون رو تحویل بدیم به خدایمون. خدایا بار الها ما تابع فرمانیم، ما گوش به فرمانیم. هرچه از جانب شما اومد در همون خیر ماست، در همون صلاح و رستگاری ماست، در همون سعادت ماست. در وفق مراد خدا رفتن یعنی چی؟ یعنی رسیدن به سعادت و خوشبختی، هم در دنیا و هم روز عقبی. نداء الحق صوت قد شجا